نسخه خطی قرآن کریم در افغانستان روی پارچه ابریشمی. این نسخه دستنویس در 610 صفحه است و یک تیم 38 نفری خوشنویسان و نقاشان ظرف نزدیک به 2 سال تهیه شده است. بسیاری از این خوشنویسان و نقاشان افغان اینجا در انستیتیوت فیروزکو در کابل آموزش دیدند. خواجه قمرالدین چشتی 66 ساله استاد خوشنویسی در این انستیتیوت است. بنان به خاطر از بین بردن این فرهنگ که یعنی به باد فراموشی گراییده نشه، بنان ما کوشش کردیم تحت به شکل یک قرآن عظیمشان خط به نسل آینده انتقال بدیم. عبدالوحید خلیلی رئیس انستیتیوت فیروزکو پیشنهاد میکند که این نسخه نایاب به دیگر کشورها برده شود. بار اول است که تهیه یک نسخه قرآن کریم را در پارچه ابریشمی تکمیل میکنیم. در قرن 7 یا 8 کار روی تهیه چنین یک نسخه قرآن ناتمام مانده بود، اما نخستین بار است که ما آن را تکمیل میکنیم. پیشنهاد من این است که این نسخه قرآن به کشورهای اسلامی به خصوص جوامع عرب فرستاده شود تا امکان ایجاد اشتغال برای فارغین این انستیتیوت در زمینه کار روی تهیه یک نسخه دیگر قرآن فراهم شود. در نوشتن آیات‌های این نسخه از قرآن کریم خط نسخ به کار رفته است، خطی که حدود 10 قرن پیش جاگزین خط کوفی شد. این نسخه قرآن در حال حاضر در این صندوق چوبی در انستیتیوت فیروزکو در منطقه مرادخانی کابل نگهداری می شود.